سلام خدمت شما عزیزان. قسمت 5 کتاب غول درون رو با هم میخونیم. این قسمت مربوط میشه به قوانین ضمیر ناخودآگاه که میخوایم اون رو بخش جدیدی رو شروع کنیم. بسیار خوب. برای رسیدن به راه حل درست در ریاضیات باید قوانین آن را اجرا کرد. ممکن است برخی اوقات حتی با اجرا نکردن یک قانون راه حل درستی به دست بیاید، اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد. این تفاوتی با ضمیر ناخودآگاه ندارد. میخواهم بگویم که اگر از قوانین ضمیر ناخودآگاه که در این درس بررسی شده اطاعت کنید، همواره موفق خواهید بود. اما هیچ کس نمیتواند چنین قولی بدهد. به هر حال میتوانم بگویم که اگر شما از قوانینی که در این درس بررسی شده اطاعت نکنید، بسیار کمتر از زمانی که آنها را دنبال کنید به موفقیت میرسید. برخی از قوانین ساده بوده و توضیح مختصری دارند. من برای اینکه آنها مهمتر به نظر برسند جزئیات اضافی به آنها اضافه نخواهم کرد تا آن قسمت ها طولانی نشوند. خب، اولین قسمتی که ایشون روش تکرار تاکید میکنه در واقع تکرار هستش. تکرار. برنامه‌های جدیدی که توسط ضمیر ناخودآگاه پذیرفته میشوند باید پرورانده شوند. هنگام برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه لازم است که شرطی سازی را تکرار کنید تا زمانی که کاملا توسط ضمیر ناخودآگاه پذیرفته شود. بعد از پذیرش برنامه باید به صورت متناوب تکرار شود تا تضمین کنید که این برنامه غالب باقی میماند. مسئله دیگه احساس هستش. افزودن احساس به یک تلقین آن را موثرتر می کند. احساس در ضمیر ناخودآگاه یک قدرت است. شما باید هنگام برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه از آن استفاده کنید تا موفق شوید. قانون بعدی زمان حاله. همانطور که می‌دانیم ضمیر خودآگاه توسط زمان زندگی می‌کند، یعنی گذشته، حال، آینده. در حالی که ضمیر ناخودآگاه تنها در زمان حال زندگی می‌کند. در زمین ناخودآگاه گذشته فقط تجدید خاطرات در زمان حال و آینده پیشبینی‌های زمان حال است. مثال زیر اهمیت استفاده از زمان حال را نشان می‌دهد. من شاد خواهم بود. به ضمیر ناخودآگاه این مفهوم را می‌رساند که شما الان شاد نیستید، اما در آینده شاد خواهید بود. اولا آینده هرگز نمی‌رسد، بنابراین چیزی را برای آینده تقاضا نکنید. آینده مانند هویجی است که برای دنبال کردن آن اما هرگز نرسیدن به آن که در مقابل یک خرگوش نگه داشته شده است آورده شده است. ثانیاً غیر خوشحال دلالت بر هدفی دارد که به ضمیر ناخودآگاه شما داده می شود. ضمیر ناخودآگاه شما سپس با غیر خوشحال نگه داشتن شما اطاعت می کند. جمله بندی درست به زمان حال است. من خوشحالم. ممکن است بگویید سگ خانگی به تازگی مرده، در یک امتحان شکست خوردید، یک دعوتنامه از اداره مالیات دریافت کردید و خوشحال نیستید. بسیار خوب، اما اگر می‌خواهید از افسردگی بیرون بیایید، پس نیاز دارید که بگویید من خوشحالم حالا و به آن فکر کنید. خوشحال بودن در زمان حال هدفی خواهد بود که به ضمیر ناخودآگاه شما این هدف داده می شود. ناقل‌های عصبی به این دو روش حرکت می کنند، از ذهن به بدن و از بدن به ذهن. وقتی ضمیر ناخودآگاه شما مفهوم شاد بودن را بپذیرد، این پیام به نوبت به سلول‌های بدنتان فرستاده می شود و سپس بدن شما با عمل خوشحالی واکنش نشان می دهد. استفاده از زمان حال واقعا برای ضمیر خودآگاه غیر متعارف به نظر می رسد، اما لازم است که آن را داشته باشید. برای مثال وقتی ساعت کوکی ذهنتان را برنامه‌ریزی می کنید، به خودتان بگویید من در ساعت 7 بیدار هستم، نه اینکه من در ساعت 7 بیدار خواهم شد. یک انگاره برتر. قانون بعدی: ضمیر ناخودآگاه شما در هر زمان یک انگاره را درست می‌پندارد.
بیش از یک انگاره، منظور از انگاره دوستان فکر، عادت و برنامه هستش. می توانند در یک زمان در ضمیر ناخودآگاه نگه داشته شوند. بیش از یک انگاره می توانند در یک زمان در ضمیر ناخودآگاه نگه داشته شوند، اما تنها یکی از آنها دارای اعتبار خواهد بود. بنابراین وقتی ضمیر ناخودآگاه تشخیص می دهد که یک انگاره درست است، آن انگاره اقدامات شما را هدایت کرده و روی آن مسلط می شود. ضمیر ناخودآگاه تنها زمانی انگاره برتر را رها می کند که یک انگاره قوی تر و مخالف به آن فشار بیاورد. مسئله مهم این است که یک انگاره نمی تواند حذف شود. آن در ضمیر ناخودآگاه شما فرو می رود و ضمیر ناخودآگاه شما فراموش نمی کند. یک انگاره منفی باید با یک انگاره مثبت قوی تر مغلوب شود. خبر خوب این است که لزومی ندارد که منبع انگاره معلوم باشد، فقط باید مغلوب یک انگاره مثبت شود. تصور کنید که یک ترازوی بزرگ هستید. هر دو بازویتان را به سمت پهلو و موازی با زمین باز کنید. در هر دست یک کفه هموزن نگه داشته اید. تصور کنید که شما یک ترازوی دو حالته هستید. به محض اینکه چیزی در یک کفه قرار می دهید، به همون سمت پایین کشیده می شود. این ترازو هر اندیشه مرتبط که از خودتان درباره یک موضوع دارید را وزن می کند. دست راست شما دارای سینی است که انگاره‌های منفی را نگه می دارد و دست چپ دارای یک سینی است که انگاره‌های مثبت را نگه می دارد. ترازو بسته به انگاره برتر به یک سمت حرکت خواهد کرد. فرض کنید که شما در یک محیط خانوادگی سالم پرورش یافته اید. والدین شما عشق و تربیت فراوانی به شما بخشیدند. شناختی که از خودتان در شما رشد می کند فردی دارای تعادل و اعتماد به نفس است. بنابراین این انگاره های مثبت به سینی سمت چپ می روند و سمت چپ ترازی پایین رفته و در پایین باقی می مانند. شما با اعتماد به نفس بزرگ می شوید. برعکس فرض کنید جان در یک محیط خانوادگی نامناسب پرورش یافته باشد. جان در معرض انبوهی از محرک‌های منفی درباره خودش بوده است. تو خوب نیستی، تو هرگز در چیزی بالغ نمی‌شوی، تو پسر بدی هستی، تو هیچ وقت کار درست را انجام نمی‌دهی، تو هرگز یاد نمی‌گیری. برای 20 سال او در این محیط خانوادگی زندگی کرد که در آن دائما این عبارات منفی را دریافت می‌کرد، یعنی همون تکرار دوستان. بیشتر اوقات آنها با عصبانیت یا سرزنش گفته می شدن، یعنی با احساس بد. سالها بعد جان در ضمیر خودآگاهش می فهمد که باهوش تحصیل کرده و خوش قیافه است، اما به دلایل نامعلومی اعتماد به نفس پایینی دارد که در واقع ریشه در ضمیر ناخودآگاهش داشته به خاطر همون زمان کودکیش. وقتی ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه در تضاد باشند، همواره ضمیر ناخودآگاه پیروز می شود. جان برای تغییر این اعتماد به نفس پایین مجبور نیست که بفهمد این اعتماد به نفس پایین از کجا سرچشمه گرفته. فقط لازم است که با تعادل و اعتماد به نفس بر این انگاره احترام به نفس پایین غلبه کند. او باید به خودش عبارات مثبت، سالم و سازنده احترام بدهد. او باید کفه سمت چپ ترازو را تغذیه کند. یک روز ترازو بر می گردد و کار تمام است. ضمیر ناخودآگاه انگاره مثبت را پذیرفته است. حالا اعتماد به نفس انگاره برتری است که اقدامات جان را هدایت می کند. جان سالها در معرض عبارت منفی بود. چطور می تواند در یک زمان کوتاه بر این ویژگی منفی که در طول سالیان دراز ساخته شده است غلبه کند؟ با برنامه‌ریزی‌های مثبت در حالت آلفا و با استفاده از روش‌هایی که در درس‌های بعدی توضیح داده می‌شود، می‌تواند به این فرایند سرعت ببخشد. خب میرسیم به مبحث انتظار داشتن. در درس قبل شما یاد گرفتید ضمیر ناخودآگاه یک کامپیوتر جوینده هدف است. هر هدفی که به آن داده می شود، ضمیر ناخودآگاه در جستجوی برآورده کردن آن برمی آید.
باشد یک انتظار صادقانه هدفی است که به ضمیر ناخودآگاه شما داده می شود. و قانون آن چنین است: وقتی ضمیر ناخودآگاه انتظار چیزی را داشته باشد، کاری می کند که آن چیز اتفاق بیفتد. در اینجا چند مثال وجود دارد. توبرکولین، دوستان اینجا ببخشید من یکم باید براتون توضیح بدم. اینجا اومده در مورد توبرکولین که برای بیماری سل ازش استفاده میکنن صحبت کرده. من اینو توضیح بدم چون ممکن اصلا خیلی بی‌معنی به نظرتون بیاد. حالا اینجا به این شکل گفته نویسنده که توبرکولین در یک سرم قرمز به بازوی راست داوطلبان تزریق شد. توبرکولین باعث قرمزی و تورم می شود. در نتیجه هر بار همونطور که انتظار می رفت بازوی راست با قرمزی و تورم واکنش نشان می داد. واکسن سلو که می زنن در واقع به بازو داره راجع به اون صحبت می کنه. همزمان محلول نمک در یک سرنگ سبز به بازوی چپ داوطلبان تزریق شد. همانطور که انتظار می رفت هیچ واکنشی در بازوی چپ حاصل نشد. 3 ماه بعد از این تزریق‌ها توبرکولین و محلول نمک در سرنگ‌های سبز و قرمز تعویض شدند بدون اینکه داوطلب بداند. وقتی محلول تعویض شده تزریق شد، همانطور که انتظار می‌رفت بازوی راست با قرمزی و تورم واکنش نشان داد، در حالی که بازوی چپ هیچ واکنشی نشان نداد. برخلاف علم پزشکی، بدن بر اساس انتظاراتش در ضمیر ناخودآگاه واکنش نشان می‌دهد. روانشناسانی که روی فرهنگی در جزایر توربیاند مطالعه می‌کردند متوجه شدند که روابط جنسی قبل از ازدواج بلا مانع است، اما حاملگی قبل از ازدواج اینطور نیست. بومیان از روش‌های کنترل بارداری استفاده نمی‌کردند. با این حال حاملگی قبل از ازدواج کاملا ناشناخته بود. فرهنگ دیرینه آنها را شرطی کرده بود، به طوری که مطلقاً انتظار نداشتند تا زمانی که ازدواج نکردند حامل شوند. احتمالا شما زوجهایی را میشناسید که نمیتوانند بچه دار شوند یا درباره آنها شنیده اید. آنها یک بچه را به فرزندخواندگی میگیرند و کمی بعد از آن زن حامله میشود. میتوان گفت که داشتن یک بچه این عقیده را که او نمیتواند بچه‌ای از خودش داشته باشد را از میان برداشته است. برای تکرار دوباره، انتظار یک پیشگویی است که به کامیابی میرسد. خب اینجا یه سری مثال ها اومده باز زده از مسائل پزشکی که میان دارو و دارونما رو یا همون پلاسیبو رو استفاده میکنن، تست میکنن. داره راجع به اونا صحبت میکنه که وقتی پلاسیبو رو میدن به مریضا، اونا فکر میکنن که اون دارو رو بهشون دادن و مثلا سردردشون خوب میشه یا درد دیگه ای از بین میره. چندین مثال اینجا داره راجع به این مسئله میزنه که اگه اجازه بدین ازش رد بشیم، چون داره همینو میگه که وقتی طرف باور میکنه این دارویی هستش که داره روش اثر میکنه، این واقعا اثرش رو میبینه. این همون داستان ناخودآگاه که در واقع این کار رو داره میکنه. بسیار خوب. مسئله بعدی مسئله تلاش معکوسه. شما نمیتوانید بخوابید. هرچه برای خوابیدن مصمم‌تر میشوید بیشتر بیدار میمانید. شما در شرف برنده شدن یک نشان پیروزی گلف برای اولین بار هستید. تنها یک حفره دیگر باقی مانده است. به خودتان میگویید که از آبی که مقابلتان قرار دارد چشم پوشی کنید. اما هرچه بیشتر سعی میکنید به آن فکر نکنید، بیشتر به آن فکر میکنید و شما ضربه میزنید و توپ شما به درون آب میرود. اینها مثالی از قانون تلاش معکوس هستند. این قانون ظریف اما حیاتی است. من آن را به 2 روش کمی توضیح خواهم داد. اولین روش: بیش از 1 دهه قبل امیل کوه نوشت وقتی اراده یعنی ضمیر خودآگاه و تصویرسازی ضمیر ناخودآگاه
در تضاد باشند تصویرسازی ضمیر ناخودآگاه همواره پیروز می شود. مثال تلاش برای یادآوری نام کسی که سمت شما می آید را در نظر بگیرید. شما نام او را می دانید اما همین الان از ذهنتان رفته است. شما در کنار دوست دیگری هستید که می خواهید او را به زنی که به سمت شما می آید معرفی کنید. شما می ترسید که خجالت زده شوید، زیرا باید نام زن را نیز بدانید. تلاش برای یادآوری نام او شما را خسته کرده. هرچه بیشتر اراده می کنید که نام او را به یاد بیاورید، بیشتر خسته می شوید. ترس، ضمیر ناخودآگاه از خجالت زده شدن بر ارادتان. ضمیر خودآگاه در به خاطر آوردن نام غلبه می کند. منظورش اینه که اون ترس که از ضمیر ناخودآگاه میاد، ترسی که آدم از اینکه نتونه اون اسم رو به خاطر بیاره و خجالت زده بشه، این میاد بر به خاطر آوردن اون نام غلبه میکنه. یعنی باز میخواد بگه ضمیر ناخودآگاه پیروزه. با این حال زن از کنار شما عبور میکند و معذرت خواهی میکند که عجله دارد و نمیتواند بایستد. خیالتان راحت میشود، آرام میشوید. فشار آوردن به ارادتان را متوقف میکنید و نام او به ذهن شما خطور میکند. امیل کوه این را به صورت عبارت ریاضی بیان کرد تا یک نکته را ثابت کند. او گفت قدرت تصویرسازی، یعنی همون ضمیر ناخودآگاه، برابر با مجذور قدرت اراده، یعنی ضمیر خودآگاه است. منظور اینه که اگر ما ضمیر ناخودآگاه و قدرتش رو یک در نظر بگیریم و معادل قدرت ضمیر خودآگاه بخوایم بگیم یک باشن، حالا اگر قدرت ضمیر ناخودآگاه 4 برابر بشه، ضمیر خودآگاه در واقع 2 برابر شده. یا اگر ضمیر ناخودآگاه 9 باشه، قدرت ضمیر خودآگاه 3 هست. بنابراین هرچه تلاش بیشتری روی اراده بکنید، قدرت تصویرسازی افزایش می‌یابد. با سرعت تصاعدی هم افزایش می‌یابد. بنابراین به یاد نیاوردن پیروز می‌شود. هرچه بیشتر آگاهانه روی چیزی اراده کنید، قدرت مخالف بیشتر افزایش می‌یابد. نکته اینجاست که روی چیزی که می‌خواهید اراده نکنید. نکته اینجاست که رها کنید تا اتفاق بیفتد. ضمیر خودآگاه شما باید به ضمیر ناخودآگاه شما اجازه دهد تا آن را انجام دهد. ضمیر خودآگاه شما باید غیر فعال و جدا باقی بماند. دومین روش: وقتی اراده می کنید که چیزی را انجام دهید، شما ترس از شکست را هم پرورش می دهید. ترس احساسی قدرتمند است. اگر ترس از شکست در شما قوی تر از اراده برای موفق شدن باشد، ترس پیروز می شود. ترس از شکست توسط ضمیر ناخودآگاه شما پذیرفته می شود و بر تصمیم ضمیر خودآگاه برای پیروز شدن غلبه می کند. نمونه ذهنی را در نظر بگیرید. تصور کنید یک تخته چوبی با پهنای 4 اینچ 6 اینچ بالاتر از زمین معلق است. به بالای آن بروید و روی آن قدم بزنید. ساده است. در کنارهای آن به صورت برعکس قدم بردارید. راحت است. بسیار خوب. حالا تصور کنید همان تخته بین 2 آسمان خراش 30 طبقه معلق است. حالا روی تخته راه بروید. سخت‌تر شد، درست است؟ با اینکه این همان تخته و همان کار است، اما حالا یک عنصر قوی به نام ترس وجود دارد. اگر بیفتم چه می شود؟ من کشته می شوم. نگاه کردن به پایین وحشتناک است. هر کسی می تواند هنگام راه رفتن روی این قطعه چوب سر بخورد. مهم نیست که چقدر اراده کنید که از روی تخته عبور کنید. ترس قوی تر است. حالا برای راه رفتن روی تخته شما به میزان بالایی از اطمینان به توانایی‌های خودتان نیاز دارید و به میزان کافی آن را نیاز دارید تا انتظار داشته باشید با موفقیت روی تخته راه بروید. بسیار خوب. برای مقابله با قانون تلاش معکوس شما باید ایمان داشته باشید که ترس را برطرف کنید و باید انتظار داشته باشید که موفق می‌شوید. شما باید نسبت به تلاش آگاهانه بر روی آن مقاومت به خرج دهید. در یک کلاس بین‌المللی سیلوای پیشرفته
من شاهد نمایشی درباره جستجوی وسایل پنهان بودم. وقتی به خانه رسیدم درباره آن با همسرم صحبت کردم و او پیشنهاد کرد که نمایش را برای او تکرار کنم. من هنوز از کلاس هیجان زده بودم و اطمینان داشتم اگر مربی توانست آن را انجام دهد من هم میتوانم. ابتدا از اتاق خارج شدم و همسرم سویچ ماشین مرا پنهان کرد. وقتی بازگشتم یکی از چوب‌های جستجو را نگه داشتم و آن به سمتی اشاره کرد. در حالی که هر دو چوب جستجو را در دست داشتم به آن جهت حرکت کردم. وقتی از کنار ظرف خرمالوهای ژاپنی عبور کردم چوب‌ها شکل متقاطع پیدا کردند و من چند خرمالو برداشتم و دیدم سویچم آنجاست. هر دوی ما تحت تاثیر قرار گرفتیم. سپس از همسرم خواستم که یک دیوار ذهنی را جایی در اتاق تصور کند. من شروع به راه رفتن در طول اتاق کردم و وقتی به نقطه خاصی رسیدم چوب‌های جستجو متقاطع شدند، دقیقاً همون جایی که او دیوار ذهنی را تصور کرده بود. باز هم تعجب آور بود. دفعه بعد که من کلاس داشتم من فکر کردم که این نمایش را ارائه دهم، اما این فکر به سرم اومد اگر موفق نشوم احمق به نظر میرسم و کل کلاس اطمینانشان را به من از دست میدهند. همانطور که میتوانید پیش بینی کنید دفعه بعد که سعی کردم من نتوانستم نمایش جستجوی وسایل پنهان را انجام دهم. ترس من از شکست، ترس اینکه اطمینان شاگردانم را از دست بدهم بر اراده من در انجام نمایش موفق غلبه کرد. خب قانون بعدی چیه؟ قانون تجلی هستش. قانون تجلی میگوید هر فکری باعث یک واکنش فیزیکی در بدن می شود. چشمان خود را ببندید و تصور کنید یک لیموی آبدار را گاز میزنید. لبهای شما جمع می شود و بزاق دهانتان ترشح می شود. چشمان خود را ببندید و تصور کنید فردی ناخن‌هایش را روی تخت سیاه می کشد. این صدا ستون فقرات شما را به ارتعاش در می آورد. آیا تا به حال کتاب یا فیلمی درباره یک داستان عاشقانه غم‌انگیز خوانده یا دیده اید و بغض گلویتان را فشرده است؟ این واکنش‌ها مثالی از قانون تجلی هستند. ذهن و بدن شما یکی هستند، بنابراین چیزی که روی یکی تأثیر می‌گذارد روی دیگری نیز تأثیرگذار است. پروفسور ویلیام جیمز یک روانشناس مشهور گفته است حقیقت این است که هیچ نوع هوشیاری چه ادراک باشد چه احساس یا تفکر وجود ندارد که مستقیما و به خودی خود تمایل به بروز یافتن در برخی از تأثیرات حرکتی را نداشته باشد. تأثیر حرکتی لزوماً همواره یک حرکت رفتاری بیرونی نیست. ممکن است تغییر ضربان قلب یا تنفس یا تغییراتی در توزیع خون باشد، مانند سرخ شدن یا رنگ پریده شدن یا هر چیز دیگر. اما در هر موردی وقتی هر نوع هوشیاری وجود دارد، تأثیر حرکتی نیز به شکلی وجود دارد و باوری که در روانشناسی مدرن به اندازه هر چیز دیگری بنیادی است به دست آمد که فرایندهای آگاهانه از هر نوعی طبیعتاً فقط فرایندهای آگاهانه باید به صورت آشکار یا پنهان به یک حرکت بدل شوند. هر فکر یا اندیشه‌ای باعث یک واکنش فیزیکی می شود. اگر اجازه داده شود که محرک‌ها از ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه بروند و پذیرفته شوند، آن اندیشه یا تفکر باید تجلی پیدا کند، با صدا یا به صورت فیزیکی. اگر این کار به صورت آگاهانه سرکوب شود، آنگاه آن فکر به صورت فیزیکی تجلی پیدا خواهد کرد. برای مثال، نگرانی باعث زخم معده میشه. عصبانیت آدرنالین آزاد میکنه و تغییر در گردش خون، ضربان قلب و تنفس ایجاد میکنه. ترس باعث ناآرامی و باز معده ناراحت میشه. غذا باعث چی میشه؟ گرسنگی. بیش از 100 سال پیش یک دکتر آزمایشی روی مردی اجرا کرد که شکمش تیر خورده بود. جراح به مرد پیشنهاد اتاق و تخت در خانه‌اش را داد، به شرطی که مرد قبول کند برای مدتی حفره شکمش باز بماند تا جراح بتواند شرایط شکم او را بررسی کند.
در بررسی که در هاروارد انجام شد، دکتر W.B. کانن متوجه شد که عشق که به صورت آگاهانه پرورانده شده باشد باعث می شود چشمها براق‌تر شده، جریان خون، گوارش و دفع بهبود یابند، در حالی که ترس، حسادت و نفرت باعث تأثیرات عکس می شود. این افکار منفی همچنین تولید گلوبول‌های قرمز خون را نیز کاهش می دهند. زبان اندام که در درس 3 بررسی شد مثالی از یک فکر تکرار شونده است که در اندامها تجلی پیدا می کند. احساسی که برای مدت طولانی در درون بدن باقی می ماند تغییرات بافتی در اندام یا سیستم اندام مربوطه ایجاد می کند. بایلس این مسئله را قبل از اینکه به صورت علمی اثبات شود در کتابی که بیش از 30 سال پیش نوشته شد به زیبایی بیان کرده است. او میگوید بشر با تمام بدنش فکر می کند. هر سلول دارای جرقه‌ای از ذهن است. بشر بدنی نیست که شامل یک ذهن باشد. او یک ذهن است که از طریق یک بدن کار می کند. بدن توسط ذهن شکل می گیرد. چیزی که بشر فکر می کند بدن فکر می کند و آن چیزی که بدن فکر می کند اتفاق می افتد. بایلس یکی از موردهایش را گزارش کرد که در آن بیمارش خانواده همسرش را دوست نداشت، اما همسرش اصرار می کرد که هر یک شنبه به خانه آنها بروند. بیمار عدم دوست داشتن خودش را سرکوب کرده بود و از آنجایی که هر فکر سرکوب شده دارای یک واکنش فیزیکی است، او دچار التهاب مفاصل شد تا حدی که بهانه‌ای برای خانه ماندن داشت. امروزه کتاب‌های بسیاری درباره ارتباط ذهن و بدن نوشته شده است. این ضرب‌المثل قدیمی را به خاطر بیاورید. اگر خوشحال نیستید طوری رفتار کنید که گویی خوشحالید و به این ترتیب خوشحال خواهید شد. خوب، علم پزشکی این اندرز قدیمی را ثابت کرده است. ساختارهای ارگانیک مانند ساختارهایی که در مغز برای فکر کردن استفاده می شوند در تمام سلول ها یافت می شوند. بنابراین ارتباط دو طرفه است، یعنی مغز به سلول و سلول به مغز. اگر فکر می کنید که ناشاد هستید، ناشاد عمل می کنید. شما اخم کرده و اوقات تلخی می کنید. اما اگر وقتی ناراحت هستید خوشحال عمل کنید، انتقال دهنده عصبی از سلول های بدن شما به مغز برمی گردد و حالت آن را به خوشحال تغییر می دهد. خب یه مثالی هم اینجا زده که در واقع اومده مراحلش رو توضیح داده. این مثالی از همین بدن و ذهن هستش. 1. بدن شما انرژی ذخیره می کند. 2. ضمیر خودآگاه درگیر یک فکر شدید می شود. 3. شما به این فکر تجلی می دهید. 4. بدن شما استراحت می کند تا انرژیش بازیابی شود. خب حالا راجع به انرژی تجلی یافته می خواهیم صحبت کنیم. به این مثال قدیمی نگاه کنید. یک غارنشین بعد از یک خواب شبانه پر آسایش بیدار می شود. او انرژیش را بازیابی کرده است. او یک ببر تیز دندانی می بیند که بیرون غارش در جستجوست. او به سرعت نگران زندگی خودش و خانواده‌اش می شود. یک فکر قوی دارد. او دچار هجوم آدرنالین شد. بدن او با واکنش بجنگ یا فرار کن پاسخ می دهد. او باید از خانواده‌اش محافظت کند. پس جنگیدن را انتخاب می کند. بعد از مقداری به حرکت درآوردن نیزه و یک درگیری ببر دور شد. غارنشین با اقدام مستقیم، یعنی همون جنگیدن با ببر، به اندیشه خودش تجلی بخشید. با ببر مقابله کرد. آن بعد از ظهر او در آرامش است و با یک شب خواب راحت انرژیش را دوباره به دست می آورد و چرخه از ابتدا آغاز می شود. همین چیزی که گفتیم دوستان، این مثال برای همینه که گفتیم 1. بدن شما انرژی ذخیره می کند. 2. ضمیر خودآگاه درگیر یک فکر شدید می شود. 3. شما به این فکر تجلی می دهید. 4. بدن شما استراحت می کند تا انرژیش بازیابی شود.
انرژی هدایت شده یعنی آزاد کردن انرژی فیزیکی و احساسی به صورت منظم و سالم، یعنی عملی که با تفکری که آن را ایجاد کرده در هماهنگی باشد. روانشناسان توصیه می‌کنند وقتی عصبانی می‌شوید شما باید عصبانیت خود را به نحوی ابراز کنید، نه به صورت مخرب بلکه به صورت سازنده. آن را با گفتگو کردن یا نوشتن یا برای مثال با تجربیات هیجانی ابراز کنید. محدود کردن عصبانیت ناسالم است. وقتی آن را به یک روش ابراز نکنید این انرژی احساسی خنثی می‌شود. خب انرژی خنثی شده حالا چی هست؟ شما در یک آزادراه در حال رانندگی برای یک مصاحبه شغلی مهم هستید. ترافیک باعث تأخیر می شود. شما سپر به سپر ایستاده اید و هیچ خروجی دیده نمی شود. شما دیگر در غار زندگی نمی کنید، اما همان بدن و سیستم واکنشی را دارید که اجداد غارنشین شما داشتند. وقتی با یک شرایط اضطراری و نامشخص مواجه می شوید، واکنش بجنگ یا فرار کن وارد عمل می شود. کلیه‌ها آدرنالین آزاد می کنند، ضربان قلب افزایش می یابد و گوارش متوقف می شود یا تعدادی واکنش دیگر. با این حال تنها کاری که شما می توانید انجام دهید این است که در ماشین بنشینید و به دیر رسیدن به مصاحبه فکر کنید. شما تصور میکنید که این شغل جدید عالی را از دست خواهید داد. به یاد داشته باشید ضمیر ناخودآگاه شما تفاوت بین واقعی و تصویرسازی را نمیداند. این انرژی میتواند با یک فریاد اولیه ابراز شود، اما رانندگان ماشین‌های کناری شما ممکن است فکر کنند شما دیوانه هستید. اگر نتوانید انرژی را در آن زمان ابراز کنید، واکنش بجنگ یا فرار کن اتفاق میافتد. حداقل هر زمان که فرصت یافتید آن را ابراز کنید. وقتی به خانه رسیدید می توانید به پیاده روی بروید، به یک کیسه مشت بزنید یا خانه را تمیز کنید. به این روش آسیب کمتری به بدن شما می رسد یا هیچ آسیبی نمی رسد. در این حالت انرژی تجلی می یابد و شما می توانید صحیح و سالم بخوابید. حالا انرژی سرکوب شده چیه؟ وقتی پیش آمدی که واکنش بجنگ یا فرار کن شما را تحریک می کند، مرتباً یا گهگاهی اتفاق می افتد و انرژی ابراز نشود، انرژی سرکوب می شود. هر فکر یا اندیشه باعث یک واکنش فیزیکی می شود. بنابراین این انرژی سرکوب شده به صورت یک فعالیت غیر مستقیم تجلی خواهد یافت، مانند تنش یا عصبانیت. تنش و عصبانیت مانع آرامش عضلات داخلی می شوند که این در سیستم ایمنی وقفه ایجاد می کند و باعث تداخل در خواب می شود. البته دوستان هیچ ربطی بین این که اینو من چون اطلاعات علمیشو دارم میگم خدمتتون که حالا برای ترجمه هستش که کسی که اطلاعات پزشکی نداره اینو در واقع نوشته. تنش و عصبانیت میگه مانع آرامش داخلی عضلات داخلی بشود که این در سیستم ربطی نداره عضلات به سیستم ایمنی، ولی سیستم وقفه در سیستم ایمنی هم یکی از اثرات تنش و عصبانیته. چون وقتی ما عصبانی میشیم عضلاتمون انقباض پیدا میکنن دیگه و خوابی هم خواب درستی هم در واقع اینطوری که گفته نداریم. بنابراین چرخه انرژی طبیعی شکسته می شود و مانعی برای خواب راحت انرژی بخش ایجاد می شود. خب استرس مزمن منظور از این چیه؟ بدن یک دریچه خروجی برای انرژی سرکوب شده خواهد یافت، مانند بیقراری، ناخن جویدن، ضربه زدن به انگشت، جویدن آدامس و غیره. اگر باقی بماند خروجی ممکن است زخم معده، فشار خون بالا، سردرد یا غیره باشد. وودی آلن این قانون را به نحوی دیگر توضیح می‌دهد. یکی از مشکلاتم این است که من همه چیز را به درونم می‌ریزم. من نمی‌توانم عصبانیتم را ابراز کنم. به جای آن یک تومور برای من رشد کرد. مطالعات پزشکان
نشان داده است که بسیاری از آنها معتقدند حدود 90% بیمارانشان از خستگی مزمن رنج میبرند. دکتر سولی ثابت کرد که استرس سرکوب شده بدن را به تحلیل میبرد تا زمانی که بیمار شود. در آزمایشات کلاسیک او حیوانات طوری بسته شدند که بتوان به آنها شوک الکتریکی خفیف وارد کرد. او شوک‌ها را به صورت پراکنده انجام داد، بنابراین حیوانات متوجه نشدند که شوک‌ها چه وقت وارد خواهند شد. با اینکه شوک‌ها آنقدر شدید نبودند که باعث آسیب شوند، نگرانی از آگاه نبودن از زمان ورود شوک‌ها باعث استرس شد. وقتی این شرایط به مدت کافی ادامه یافت، استرس سیستم ایمنی را دچار نقص کرد و حیوانات در برابر بیماری آسیب پذیر شدند. یک نتیجه گیری از این در انسان‌ها نیز مشاهده شد. بعد از اینکه زن یا شوهری می‌میرد و همسر برای مدت طولانی عزاداری می‌کند، سیستم ایمنی همسر دچار آسیب شده و او بیمار شده و اغلب می‌میرد. مثال دیگری میگوید زنی که بعد از رنجش طولانی از خواهرش دچار سرطان سینه شده بود زنی بعد از رنجش طولانی از خواهرش دچار سرطان سینه شده بود. این آخرین مثال نشان می‌دهد چرا بخشیدن مهم است. بخشیدن نه به خاطر خطاکار بلکه به خاطر خودتان. رنجش پرورش یافته چرخه طبیعی را نقض می‌کند و سیستم ایمنی شما را دچار آسیب می‌کند. همینجا خوبه که راجع به این مسئله صحبت کنیم، خیلی کوتاه البته. رنجش، دلخوری و کینه و نفرت دوستان، اینها همه عواملی هستند که در واقع مثل اینه که شما وقتی اینها رو در وجودتون نگه می‌دارید، اینها باعث آسیب به وجود خودتون میشه. شاید خیلیاتون این مثال رو دیده باشید. حالا من میگم برای افرادی هم هستن که نمیدونن. یک شاگردی میره پیش استادش، داشته درس‌های معنوی یاد میگرفته. میگه شما هرچی استاد میگید که من، این تو کتاب نیست دوستان، من دارم خارج از کتابی مسئله رو میگم. میگه شما هر چقدر هم که بگید کینه و نفرت بده و اینا، من نمیتونم. من از کسایی که منو ناراحت کردن و به هم آسیب زدن نمیتونم بگذرم و نفرتم رو از بین ببرم. استاد بهش میگه که شما اشکالی نداره، یک گونی بردار، به تعداد افرادی که ازشون نفرت داری و کینه داری یه پیاز بذار توش و این رو همه جا با خودت باید ببری. بعد از یک هفته ایشون میاد و به استادش میگه استاد این پیازا تو گونی گندیده و حال منو داره پوش به هم میزنه. استادش میگه همینه، نگه داشتن اون کینه ها و نفرت ها جز این که وجود خودمون رو بدبو و گندیده بکنه هیچ تأثیری نداره. مثل اینه که شما به خاطر ناراحت بودن از کسی خودتون رو تنبیه کنید. پس اگر ما طبق همون چیزی که آقای هری کارپنتر هم اینجا توی کتابش داره میگه این در واقع به خاطر بخشیدن، نه به خاطر خطاکار، بلکه به خاطر خودتان است. چون اون رنجش پرورش یافته چرخه طبیعی بدن شما رو نقض میکنه و سیستم ایمنی شما رو دچار آسیب میکنه. پس بیایم همین امروز تصمیم بگیریم که ببخشیم، نه برای اون که اونها لایق بخشیدنن، برای اینکه ما لایق آرامش هستیم. بسیار خوب، برمیگردیم به کتاب. دکتر مکدانلد یک طبیب قانونی، اتفاقا منظورش که پزشک قانونی، وقتی در جستجو بود متوجه نواحی سرطانی بهبود یافته در تمام اجسادی شده بود که تشریح کرده بود. این یعنی همه ما در بدنمان دارای سلول‌های سرطانی هستیم، اما سیستم ایمنی ما وقتی سالم و قادر به کار کردن صحیح است از رشد آنها جلوگیری می‌کند. بیشتر اوقات خوشبختانه سلول‌های سرطانی تنها زمانی رشد می‌کنند که سیستم ایمنی
دچار آسیب شده باشد. بسیار خوب. داستانی از یکی از کتاب‌های جیمز هریوت به وضوح تأثیر درد و استرس مزمن را نشان می‌دهد. جیمز هریوت یک دامپزشک در یورکشایر انگلستان بود. شبکه PBS سریالی به نام همه چیز عالی و کوچک است را بر مبنای این کتاب برای 2 سال پخش کرد. جیمز هریوت در حال ملاقات با یک کشاورز بود. هریوت متوجه یک گوسفند ماده شد که دچار درد مشهود بود. یک معاینه سریع نشان داد که او رحم عفونی دارد. کشاورز نمیخواست برای درمان گوسفند پولی پرداخت کند، زیرا فکر میکرد که او به هر حال زنده نمیماند. هریوت احساس وظیفه کرد که کاری برای حیوان بیچاره انجام دهد. بنابراین پیشنهاد کرد که بدون هزینه به او مقداری ویتامین بدهد. هریوت به گوسفند ویتامین نداد، در عوض چیزی که فکر میکرد به اندازه کافی خواب آور است یا هر چیز شیمیایی که دامپزشکان برای مرگ آسان استفاده میکنند را به او داد تا او را از رنج خلاص کند. هفته‌ها بعد او کشاورز را در یک رستوران محلی ملاقات کرد. کشاورز به هریوت گفت آن ویتامین ها قطعا کار خودشان را کردند. گوسفند 3 روز خوابید و وقتی بیدار شد درمان شده بود. هریوت عمیقاً درباره بهبودی فکر کرد و نتیجه گرفت هر حیوانی، همچنین انسانی، توانایی معالجه خودش را دارد اگر به او فرصت داده شود. این گوسفند بیچاره آنقدر در درد و ترس بود که سیستم ایمنیش و قدرت درمان شدنش را خاموش کرده بود و باعث شده بود که عفونت رشد کند. آمپول او را 3 روز به خواب فرو برد. در خواب او هیچ درد و ترسی احساس نمی کرد. بدون درد و ترس سیستم ایمنی بدنش از نو شروع به کار کرده و به صورت طبیعی او را درمان کرده بود. تنش مزمن و نگرانی با سیستم ایمنی هر فرد مداخله می کند. به همین دلیل است که ریلکسیشن عمیق و خواب عمیق مهم هستند. این فرصت در بدن شما فراهم می شود که تجدید نیرو کرده و بدن خودش را احیا کند. 8 ساعت در رخت خواب گذراندن لزوما به معنی داشتن یک خواب مناسب نیست. برخی از افراد 8 ساعت میخوابند اما بدخلق بیدار میشوند و از خستگی شکایت میکنند. در این افراد به اندازه کافی خواب راحت عمیق حاصل نمیشود. آنها کاملا هسته داخلی عضلات را آرام نمیکنند. آن عضلات داخلی از طریق ضمیر ناخودآگاه شما آرام میشوند. افرادی که به سطوح عمیق در خواب میرسند نسبت به کسانی که کاملا آرام نمیشوند خواب کمتری نیاز دارند. واکنش به استرس. دکتر سولی متوجه شد که عکس العمل، یعنی همون واکنش بجنگ یا فرار کن، به محرک‌های استرس‌زا برای هر کس عکس العمل این واکنش به محرک‌های استرس‌زا برای هر کس یکسان است. اما مهم این است که همه به یک محرک استرس‌زای خاص به یک طریق واکنش نشان نمی‌دهند. مثال، جان و آلیس که شغل مشابه دارند و برای یک رئیس کار می‌کنند را در نظر بگیرید. رئیس فردی متکبر، بد اخلاق، بی شخصیت و پرتوقع است. جان نمی‌تواند رئیس را تحمل کند و بعد از هر رویارویی ناراحت می شود. به علاوه هر وقت که به شغلش فکر می کند نیز ناراحت می شود. جان دائما از مدیر و شغلش شکایت می کند. بعد از 1 سال در این شغل جان دچار خونریزی معده و فشار خون بالا می شود. آلیس واکنش متفاوتی نشان می دهد. او شرایط را تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که رئیس او از روی ترس عمل می کند. او می ترسد که شغلش را از دست بدهد. او همچنین دارای مشکلات خانوادگی است و احتمالاً می ترسد که همسرش را از دست بدهد یا شاید نتواند مخارج زندگی را بپردازد. وقتی آلیس آگاه می شود متوجه می شود که مشکل از او نیست. با دانستن این او از انتقادها و بدخلقی های رئیسش برداشت شخصی نمی کند. آلیس یک کارمند خوشحال، بهره‌ور و سالم باقی می ماند. بسیار خوب. حالا میخواد بهتون یاد بده
که چطور این چیزهایی رو که گفتیم رو برطرف کنید. بسیار خوب. روش‌های آزاد کردن استرس. از قانون تلاش معکوس استفاده کنید. به حالت آلفا بروید و تکرار کنید هر چیزی که باعث این استرس می شود اکنون عمل می کند تا مرا آرام کند. به حالت آلفا بروید و یک صحنه آرامش بخش را تصور کنید. از روش روی هم قرار دادن ذهنی استفاده کنید. چیزی که باعث استرس شما می شود را روی یک تکه کاغذ بنویسید. حالا چشمانتان را ببندید و به زمانی فکر کنید که احساسی لذت بخش، شگفت‌انگیز، آسوده و رضایت بخش داشتید. این تصویر را روی صحنه ذهنی خودتان بیاندازید و آن را حدود 30 ثانیه نگه دارید. حالا چشمانتان را باز کنید و چیزی که روی کاغذ نوشته اید را بخوانید. مرحله دوم و سوم را 2 بار دیگر تکرار کنید. حالا وقتی چیزهایی که شما را آزار می‌دهند خودشان را نشان دادن، آن حواس مثبت را حس خواهید کرد. به حالت آلفا بروید. اگر تجربه بدی داشتید، تجربه را با نحوی مثبت بازگو کنید. اگر با گفتن حرفی کسی را رنجاندید و آرزو می‌کنید ای کاش نگفته بودید، وارد آن صحنه بشوید و جمله درست را چندین بار بگویید. به یاد داشته باشید که ضمیر ناخودآگاه تفاوت بین تجربه واقعی و خیال را نمی‌داند. این تمرین آن را به یک تجربه مثبت تبدیل خواهد کرد، نه یک تجربه منفی. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که باید از شخصی که او را رنجانده اید عذرخواهی کنید. این تمرینات را هنگامی انجام دهید که روی یک صندلی راحتی نشسته اید. هنگام رانندگی آنها را انجام ندهید. رانندگی در حالت آلفا مشکلی ندارد به شرطی که خودتان را برنامه‌ریزی کرده باشید که با احتیاط و هوشیاری رانندگی کنید. بسیار خوب. میریم سراغ مسئله بعدی که مقاومت هست. قانونی در فیزیک میگوید هر عملی دارای یک عکس‌العمل متضاد و برابر است. بنابراین مقاومت کردن یعنی قدرت دادن به چیز متضاد. مقاومت کردن روی چیزی که درست نیست تنها شما را به حالت تدافعی میبرد. یک مثال ساده موضوع را روشن میکند. یک نفر شما را تنبل میخواند و شما را به نالایق بودن متهم میکند. شما میدانید که تنبل و نالایق نیستید. وقتی میگویید نه من اینطور نیستم، شما نسبت به چیزی که وجود ندارد مقاومت نشان میدهید. شما به آن قدرت میدهید و خودتان را در حالت تدافعی نگه میدارید. حالا باید ثابت کنید که تنبل و نالایق نیستید. حالا شما در حال کشمکش بر علیه چیزی هستید که اثبات آن دشوار است. از طرف دیگر با یک حقیقت ساده پاسخ میدهید مانند درست است. شما فکر میکنید که من تنبل و نالایق هستم و شما حق دارید که اینطور فکر کنید، اما به من بگویید به چه دلیل این باور را دارید. حالا مسئولیت اثبات کردن بر عهده شخص مقابل قرار میگیرد و یک مشاجره شدید احتمالی را خنثی کرده اید. با چنین پاسخی شخص مقابل چطور میتواند عصبانی باقی بماند یا عصبانی شود؟ انرژی خود را روی چیزی صرف کنید که می‌خواهید و به آن باور دارید. انرژی خود را صرف دلایل منفی نکنید. من هنرهای رزمی را تمرین نکردم، اما معتقدم یک اصل مسلم مقاومت نکردن است. یک فرد حرفه‌ای در هنرهای رزمی مقاومت نمی‌کند. در عوض از یک انرژی حرکت رقیب به سود خودش استفاده می‌کند. بسیار خوب. رسیدیم به قسمتی که باز در مورد آرام کردن بدن صحبت میکنه و در واقع یک جور مدیتیشن هست. اجازه بدید تا همینجا ما استاپ کنیم و برای اینکه میخوام که این مدیتیشن ها
یه جوری باشه که شما بتونید تکرارش رو هم در واقع بتونید تکرارش کنید، از تکرار کردنش هم استفاده کنید، چون واقعا مثل یه مدیتیشنی که بتونه آرومتون کنه. بنابراین اگه وسط درس باشه تا بگردید و پیدا کنید و که کجا بوده و اینا خورد سخت میشه براتون. برای همین جلسه بعدی ما با این مدیتیشن که آرامسازی بدن هست شروع میکنیم و شما میتونید اون رو در ابتدای ویدیو داشته باشید، اودیو داشته باشید که بتونید تکرارش کنید. خیلی ممنون از اینکه باز همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، شاد، سرحال، سالم و عاشق باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.